در ویدیوی امروزه 5 سکرتی کامپیوتر رو به شما نشون میدم و باور دارم به شما پسند میآید. در رفت نشان دادن سکرت ها برنامه هایی که من استفاده میکنم قریب در همه کامپیوتر ها هست، یعنی شما دیگر یگان پروگرام رو اسکچت نمیکنید. اگر اومده باشید در یک جای براحت نشسته ویدیو رو از اول تا آخر تماشا کنید. رفتیم. سکرت یکم، خاموش کردن کامپیوتر از روی وقت. مثلا شما شب کینو تماشا کرده استید و میخواهید که بعد از 1 ساعت کامپیوتر شما به طور اتوماتیک خاموش شود. سیستم ویندوز برای ما چنین امکانیت را میدهد. برای ما یگان پروگرام دیگر لازم نیست. می‌داریم پوست، از اینجا افیس پروگرام، از اینجا استاندارد نیه، از اینجا کمان نه استراکا. در اینجا چنین فرمان را ما داخل میکنیم. شاتداون -S -T 3600. در اینجا وقت از روی ثانیه ها می رود، یعنی که 3600 ثانیه ما این 1 ساعت می شود. بعدا تکمچه انتر رو پخش میکنیم و در اینجا سابشن برآمد که رابط ویندوز بوده زاورشنات 60 مینوت، یعنی بعد از 60 دقیقه کامپیوتر ما خاموش می شود. اگر خواهید این فرمان رو بکار کنید پس این فرمان رو داخل میکنیم. شاتداون -A انتر رو از کلاویاتور پخش میکنیم، یعنی این فرمان بکار کرده شد. سکرت دوم، راه‌های از همه آسانی کپی کردن، یارلیک ساختن و پرمیسید کردن فایل ها. برای کپی کردن فایل ما فایل رو انتخاب میکنیم، از کلاویاتور تکمچه کنترل رو پخش کرده استوده این فایل رو کشوله کرده میپرتویم. در این حالت فایل ما کپی می شود. برای ساختن یارلیک فایل از کلاویاتور تکمچه Alt رو پخش کرده استوده فایل لازمی رو انتخاب کرده پخش میکنیم و آن رو به دیگر جو کشوله کرده میپرتویم. یارلیک این فایل ساخته می شود. برای پرمیسید کردن فایل از یک جو به دیگر جو آن فایل رو انتخاب میکنیم و از کلاویاتور تکمچه Shift رو پخش کرده استوده آن رو به دیگر جو کشوله کرده میپرتویم. سکرت سیوم، بسیاری ها میگویند که ساعت کامپیوتر ما 2 ساعت پیش و 2 ساعت قفو می شود. برای این چیکار کنیم؟ با بالای ساعت پخش کرده از اینجا ازمینی نسترویک داتی رو انتخاب میکنیم، از اینجا ازمینی چسبوی پویست رو انتخاب کرده، از اینجا از روی خط این دولت ها اشخابات تاشکند رو انتخاب میکنیم. بعدا تکمچه اوکی رو پخش میکنیم، از اینجا اوکی. بعد از این ساعت کامپیوتر شما 2 ساعت پیش یا قفو نمی شود. سکرت چهارم، سکرت چهارم این اویدی برنامه ورد است. با برنامه ورد در اومده رسم لازمی خودم رو انتخاب میکنیم. بعدا با قسمت فرمت در اومده از اینجا ابرزکا، از اینجا ابرزت پو فیگور رو انتخاب میکنیم. بعدا یگون فیگور لازمی رو انتخاب کرده رسم خودم رو به همان مانند میبریم. نگاه کنید. رسم رو انتخاب میکنیم، از اینجا فرمت، از اینجا ابرزکا، از اینجا ابرزت پو فیگوره، مثلا دیگر نمودش رو انتخاب میکنیم. سکرت پنجم، میخواهید که همین پنل زده چی شما همین در طرف چپ، در بالا یا در طرف راست باشد. برای این در جای خالیگی همین پنل طرف راست موشک رو پخش میکنیم. از اینجا اگر در همین جا گالشکا مونده شده باشد این گالشکا رو میگیریم، اگر گالشکا نباشد نمیرسیم.
ва ин панелро ба тарафи чап мекушонем ё ба тарафи боло ё ба тарафи рост. ин буд 5 секрети компютер. агар ягон савол бошад дар комментарии видео нависед, ҳатман ба саволҳои шумо ҷавоб мегӯем. агар видео ба шумо писанд омада бошад, хоҳиш мекунам ба видео лайк гузоред, ба канали мо обуна шавед, то ин ки аз видеоҳои нав бехабар намонед. то видеоҳои оянда дар паноҳи худованд бошед. хайр.